سریال سیمپسون ها شاید یکی از طولانی ترین و محبوب ترین سریال های کارتونی دنیا باشه، ولی یکی از نکات عجیب درباره این سریال توانایی عجیبش در پیشبینی آینده است. اما چطور ممکنه؟ آیا سیمپسون ها واقعا آینده رو میبینن یا همه چیز تصادفیه؟ تو این ویدیو نمیخوایم فقط به لیست پیشبینی های معروف این سریال بپردازیم، بلکه میخوایم بررسی کنیم چرا و چطور این پیشبینی ها رخ میدن و چه چیز پشت پرده این موفقیت های عجیب وجود داره. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، میخوایم نگاهی به برخی از معروف ترین پیشبینی های سیمپسون ها بندازیم. ما از مواردی مثل رئیس جمهور شدن ترامپ تا بحران مالی 2008 و حتی شیوع کرونا صحبت میکنیم. این پیشبینی ها به شکلی دقیق و گاهن شوکه کننده به واقعیت تبدیل شدن. ولی آیا این فقط یک تصادف عجیبه یا اینکه نویسنده های سیمپسون ها اطلاعات خاصی دارن؟ یکی از دلایلی که ممکنه این پیشبینی ها اینقدر به واقعیت نزدیک باشن اینه که سیمپسون ها به طرز فوق العاده ای در تحلیل وقایع روز اجتماعی و سیاسی ماهر هستند. نویسنده های این سریال با استفاده از طنز اجتماعی و کنایه های هوشمندانه مسائل روز جامعه رو نقد میکنن و گاهی این نقدها چنان با دقت ساخته میشن که بعدها میبینیم که خیلی شبیه به واقعیت های روز شدن. چون مثال توی اپیزود بار تو د فیوچر سیمپسون ها نشون دادن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده. این موضوع اون زمان واقعا خیلی خنده‌دار بود، اما تو سال 2016 ترامپ واقعا رئیس جمهور آمریکا شد. این سوال به وجود میاد که چطور نویسنده ها تونستن به چنین نتیجه‌ای واقعا برسن. حالا به این گوش کنید. یه عده معتقدن که دولت ها و افراد قدرتمند پشت پرده عمدن اطلاعات خاصی رو در اختیار نویسنده های سیمپسون ها و سایر رسانه های بزرگ قرار میدن. حالا هدف چیه؟ عادی‌سازی اتفاقات بزرگ آینده. حالا بر اساس این تئوری، این افراد و سازمان‌ها با پخش کردن این اطلاعات از طریق رسانه‌هایی مثل سیمپسون ها مردم رو برای پذیرش وقایع آینده آماده می‌کنن. وقتی حالا اون اتفاقات بزرگ که رخ میده، مردم کمتر شوکه میشن چون قبلا اون رو به شکل طنز یا کمدی یا کارتون دیدنش. حالا این سوال پیش میاد که فقط این یه تئوری توطئه است یا واقعا دولت‌ها از این استراتژی برای کنترل افکار عمومی استفاده میکنن؟ اینا فراموش نکنیم که نویسنده های سیمپسون ها با استفاده از هوش اجتماعی بالا قادر به تحلیل روندهای اجتماعی و پیشبینی آینده هستند. و این تحلیل‌های هوشمندانه و طنزگونه باعث میشه که ما امروز اونا رو شبیه به پیشبینی‌های دقیق ببینیم. حالا با سوال پیش میاد که این صرفاً نتیجه هوش اجتماعی نویسنده هاست یا چیز بیشتریه. حالا من احساس می‌کنم همتون اومدین فقط برای این یه دونه بخش. یکی از جدیدترین تئوری‌های توطئه که خیلی جذاب و البته عجیب به نظر میرسه اینه که شاید سیمپسون ها از تکنولوژی‌هایی که توانایی دیدن آینده رو دارن استفاده میکنن. بعضی‌ها معتقدن که نویسنده های سیمپسون ها به فناوری خاص یا محرمانه دسترسی دارن که بهشون این امکان رو میده تا به شکلی دقیق وقایع آینده رو پیش بینی کنن. حتی بعضی از طرفداران تئوری‌های توطئه میگن که شاید خود نویسنده های سیمپسون ها یا افرادی که با اونها همکاری میکنن از آینده اومده باشن و اطلاعاتی درباره وقایع جهانی داشته باشن. یعنی یه جورایی سفر در زمان یا استفاده از تکنولوژی که شما رو به آینده وصل میکنه. اما این همه ماجرا نیست. بعضی تئوری ها پا رو فراتر گذاشتن و میگن که شاید آینده در واقع خراب شده و نابود شده و نویسنده های سیمپسون ها به عنوان مسافران زمانی اومدن که مشکلات رو حل کنن و مسیر تاریخ رو تغییر بدن. در واقع این تئوری میگه که سیمپسون ها و تیم نویسنده های اونا در تلاش هستن که با ارائه این پیش بینی ها مردم رو آگاه کنن و کمک کنن که آینده تغییر کنه تا زمین و بشریت از خطر نابودی نجات پیدا کنه. اینکه چرا سیمپسون ها تونستن اینقدر پیش بینی های عجیب داشته باشن به چند دلیل ممکنه باشه. طنز اجتماعی و هوشمند حالا میتونه یکی از دلایلش باشه. سیمپسون ها همیشه جامعه رو نقد میکنن و روندهای اجتماعی رو پیش بینی میکنن.
یکی از دلایل دیگه‌ش هم میتونه مدت زمان طولانی پخش این سریال باشه. شما وقتی یه سریال رو به مدت 30 سال تولید کنید، بالاخره چند تا از سناریوها میتونن به واقعیت تبدیل بشن. یکی از دلایل دیگه‌اش میتونه نویسنده‌های باهوش و دقیق باشه. نویسنده‌های این سریال از خبرنگاران، تحلیلگران و طنزپردازان حرفه‌ای هستن که میتونن روندهای جهانی رو خیلی دقیق تحلیل کنن. اگه یه ذره خیالی بخوایم فکر بکنیم، تئوری تکنولوژی آینده یا سفر در زمان هم میتونیم راجبش حرف بزنیم. شاید اونا به فناوری آینده نگری دسترسی دارن یا حتی از آینده اومدن تا با این پیشبینی‌ها خط زمانی جهان رو اصلاح کنن. حالا نوبت شماست که نظرتون رو به اشتراک بذارید. آیا سیمپسون ها واقعاً توانایی پیشبینی آینده رو دارن یا این فقط یک مجموعه تصادفات عجیب و غریب هستش که بعد از سالها پخش به حقیقت تبدیل میشه؟ یا شاید هم این نویسنده ها از آینده اومدن که جهان رو نجات بدن. نظرتون رو با من در کامنت ها به اشتراک بذارید و اگر از این محتوا لذت بردید حتما سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی روی ماهتون رو میبوسم بچه‌ها. خدا حافظ.